چای خوش‌طعم و خوشرنگ برای ما ایرانی‌ها خیلی مهمه. همچنین چای باید چی باشه؟ داغ باشه، با سماور ساخت ترکیه آرچلیک. یه دقیقه دوربین بیاد جلو. شیشه قوریش ساخت خود آلمانه، مید این جرمنی، شات آلمان. یک شیشه با کیفیت قوری 1.2 لیتر و سماور آرچلیک 2.5 لیتر. یک مهمانی رو راحت در کمترین زمان هم به جوش بیارید. یعنی شما چند بار میتونید پر کنید. من این تضمین رو به شما میدم، این سماور با کیفیت حداقل 10 سال براتون عالی کار میکنه. آخر و انتهای این سماور مهمه که کاملا فلز از بهترین متریال ساخت استفاده شده، پلاستیک عاری از BPA که همیشه با دوام براتون کار میکنه. سیمش، همه چیز متریال ساخت خوب، خاموش روشنش که وقتی میپره بالا میره رو حالت گرم نگه دارنده و چای رو و آب جوش رو جوش نگه میداره و وقتی هم آب خالی بشه خاموش میشه. بهترین نوع المنت، شیر بسیار با کیفیت. یک دربم داره که روی سماورش قرار میگیره که آب جوشی که خواستین، فقط اگه آب جوش لازم داشتید، جوش نگه میداره. بفرست برای عزیزان و دوستانی که اهل چای عالی هستن و دوست دارن همیشه چایشون آماده باشه. مرسی.